این جون رو لب کارون شوهر رو پیدا کنم. آخ شوهر شد. خب شاید این مغازه کوچک به نظر برسه، اما باورتون میشه روزانه صدها کفش از اینجا به بازار عرضه میشه. ما امروز مهمان یکی از پرزحمت ترین شغل هایی شدیم که شاید کمتر به چشم برسه. پس بیاین با من همراه باشین تا بریم ببینیم از نزدیک از یک تکه چرم چگونه یک کفش کامل ساخته میشه. بیا. سلام. اول مرحله چیه؟ اول مرحله الگوجوییه که به الگوشو بگیریم که الان نداریم اینجا بخوایم بگیم قالب اینا. برای سواره رو مسکاری و چهکاری و کارهای بعدی میشه. الان این چه مرحله ایه؟ مرحله این میزی الان این سوار میشه، اونجا داره چیز میزنه، از آقا محمود داره چسبش هم میزنن، بعد چه سوار شد میاد برای پشتی چرخ دوست چند راه میشه و بعد به مرحله بعدیش پشت ها تیکه تیکه میره جلو. اینو بدونه باید ما چکار کنیم جلو تا بیاد بشه یه دونه پسایی که میشه دیگه میره برای کارهای کفاشی ها تخت. چی بهش میگن؟ پسته؟ اینو میگن پسایی سازی. پسایی سازی اسمش پسایی سازی. بعد کفش رو آخرین مرحله است دیگه. تا پسای آماده میشه میره برای کارکشی و بعدم پیو چسبونی و بعدم قرصی و جعبه و دیگه میره برای کارتون شدن و تا انبار تا دیگه مشتری دید زنگ بزنه چه مدلی بخواد. اسم داره؟ چی؟ باش میزنه؟ بله اینو بهش میگن سواری دستک به دهنه. اینو لب دهنه میشه. اینا که دست ما اسم چرا میشه دست کم یه بندی داریم یه کشی. اینا الان کشیشه. کاری آمادهش همون بیرونه بندی ها که جا سون بخورده بهش میگن قاپو. بله میگن قاپو کارا. این پسای کامل میشه. بعد میره دست سوزا بعدم کاراش آماده میشه به این نحو. الان شما این مرحله شو انجام میدید؟ بله ما الان این دسته که سوار کردیم و بعد پوش میدوزیم، بعد عب میذاریم دهنه برمیگرده و برش میگردیم نماشو میدوزیم و بعد دسته که به روی سوار میکنیم و بعدم میره برای دست دوز. آماده شد میره برای کفاشی که بعد مثل این مثلا تخته آماده علاقه دارید به این کار؟ آره دیگه اگه علاقه نداشته باشی که هیچ باید عشق بورزی به هر کاری دیگه تا پیشرفت داشته باشی. هر چیزی عشقش هم میخوام. وقتی بیای توش دیگه بدتر آره یکی نمیگی. وقتی بیای توش پیشرفت
پدریتونم فکر کنم همین داره. من شغل پدریم سوپری داشتیم آخریه و قبلا هم برنامه بوده. اینا هم پسراتونه؟ نه کارگران. کامل برای آسیب بعد درزش رو میگیریم که پشتی پا هست گرد سعی به چسب پشتی. بابا چادر ندارم. میگه اذیت میکنی میگم بری خونه پیش مامان.
کارون چه گفت بارون میشه وقتی که میشه دارون. رنگی بزن صدا قشنگ موزه لبی اینجا نه یه بار دیگه دوتا چوغات داره اینجا اونجاش نه چیز نه موزه یکشو اینجا یکشو خودش جفت میشه. این پای این رابطه شاد بخون. آرام جانم میرود سینه جانم میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی.
الان دیگه مرحله آخری است که از پس سازی تموم میشه میریم تو دستو. این دستوزی آخرمونه. خب به همین مدل همین دستور این کشیشه است این بندشه. اینو با دست یعنی می‌کنی؟ بله اینو با دست می‌کنیم. همین تیرادا میارم بخون. باشه. ما اینجا بودیم کاریم کردیم. میخکم آقا سامان با این خودم آقا این دو حرکت دختری بودم میکنه با همشون دست بزنید بچه‌ها. نه دست نمیام من دست نزنیم برای تو دیگه بعد این میخواست چجوری میکشی؟ اینو بعد چسب بده میشه این الان این میشه نمیدونم گذاشت من. آره. این دیگه کار تموم میشه بله. کار آماده میشه میاد برای زیر چسبونه این مرحله آخری است که یک کار شده است و زیر چسبونی به این حالت زیر میاد رو چسبون زیری بود و این چسب کار- میشه. بله چسب میشه و تموم میشه این هم کارش هست بله. عالی. حالی شد؟ عالی شد. اوکی؟ حال کردی شوهر شوهر رو پیدا کنم آخ شوهر مغازه داری میاد؟ مغازه. خب. خاطره برو